سلام، وقت شما بخیر. اگر یه مسئله بهتون بدم، چه در درس ریاضی، چه فیزیک، چه شیمی، از کجا کارو شروع میکنید؟ از جمله مجهول. بزن بریم توی کار سوال 126 و ببینیم چطوری شروع کردن از جمله مجهول میتونه به ما کمک بکنه. چی گفته؟ آهنگ تغییر لحظه‌ای این تابع در نقطه فلان کدام است؟ برای من آهنگ تغییر لحظه‌ای معنا داره. اصطلاحاً ازش حس میگیرم. یعنی چی؟ هر جا در دنیای ریاضیات به من بگن آهنگ تغییرات لحظه‌ای، که حالا من خلاصش رو نوشتم آهنگ لحظه‌ای، یاد چی میفتم؟ مشتق اول. یعنی مشتق بگیر از اون تابعی که داری، مشتق بگیر. یعنی اف پرایم. مثلا اینجا چون اسم تابعمون اف گفتم اف پرایم. اگر اسم تابعمون جی بود میگفتم جی پرایم. اسم تابعمون اچ بود میگفتم اچ پرایم. یعنی شما بیاید از این تابعه یه مشتق بگیرید و بعد در چه نقطه‌ای در منفی 2 جایگذاریش کنید. چشم. خب بیاید این کارو بکنیم. ببین چقدر خوبه از جمله مجهول شروع کنیم. از جمله مجهول شروع کردم، معنیشو درکش کردم و حالا میخوام اون کارو انجامش بدم. مشتق این تابعه چی میشه؟ مگه این تابعه حاصل ضرب نیست؟ یعنی یه چیزی در یه چیزی ضرب شده. پس میشه مشتق اولی. مشتق اولی توان داره، توانشو می نویسم، بعد خودشو می نویسم، یه دونه از توانش کم میکنم، اینجا 3 بود، الان میخوام یه دونه کم کنم 2 بنویسم. بعد بیام خود این پرانتزه رو مشتق بگیرم که این x2 مشتقش میشه 2x، اون یکم که مشتقش میشه 0 دیگه. اینطوری الان من مشتق اولی رو گرفتم، در دومی ضربش میکنم به اضافه، حالا میخوام مشتق دومی رو بگیرم. AX مشتقش میشه A، چون A یه عدد دیگه، مثلا فرض کنید A 3 هستش، خب، یا 4 هستش، یا هر عدد دیگه ای. خب اگه 4x بود مشتقش میشه 4 دیگه، حالا AX دیگه، پس مشتقش میشه A، اون یکم که صفره. بنابراین این ادامهش میشه A در، خب همین دیگه، یعنی مشتق اینو گرفتم، حالا در اولی ضربش میکنم، x2 به علاوه 1 به توان 3. حالا اینو تو چه نقطه‌ای باید جایگذاریش کنیم؟ اینو باید بیایم تو نقطه‌ای که بهتون داده منفی 2a جایگذاریش بکنیم. به عبارت دیگه اگه من بخوام انجامش بدم اینجوری میشه که میشه منفی 2a به توان 2 به علاوه 1 کلش به توان 2 ضرب در 2 در منفی 2a در، دوباره اینجا یه دونه a داره، ضرب در به جای x هم یه منفی 2a میذاریم به علاوه 1 به اضافه یه دونه a هم اینجا هست که دوباره به جای اینم باید منفی 2a بذاریم به توان 2 به علاوه 1. یعنی میخوایم عملا این کارو بکنیم دیگه. ولی من نمیام این جایگذاری رو اینجوری انجام بدم وقتم گرفته بشه. میگم بیا بریم 2a رو اول به دست بیاریم. آقا این a رو به دست بیاریم که ببینیم منفی 2a چیه، یه بارکی جایگذاریش بکنیم. یعنی من الان میدونم که اینجا میخوام f پرایم منفی 2a رو جایگذاری بکنم، ولی نمیام الان جایگذاریشو مثل همین چیزی که الان نوشته بودم بنویسم، چون وقتمو بیخودی گرفته. برم خود 2a رو به دست بیارم. یعنی در واقع اول a رو به دست بیارم، بعد ضرب در منفی 2 کنم میشه منفی 2a، و بعد میام عددشو اینجا تو پرانتز مینویسم و دیگه اون عدده رو میام توی این تابعی که مشتق گرفتم جایگزین میکنم. اما چه جوری بتونیم این a رو به دست بیاریم؟ قطعا باید بریم سراغ قسمت‌های دیگه صورت سوال. با چیزی که تو این ابر نوشته من میتونم چیکار کنم؟ میتونم مقدار a رو حساب بکنم. چه جوری؟ این که بریم ببینیم چی گفته. تا به من در دنیای ریاضیات میگن آهنگ تغییر متوسط، من ازش حس میگیرم، برای من معنی داره. ببین آهنگ تغییرات متوسط که من به صورت خلاصه میگم آهنگ متوسط، برای من معنی داره. اینطوری میشه f b منهای f a. این a رو با این آی که اینجا داده قاطی نکنید. بیا اصلا اسم دو تا نقطه دیگر رو میگم. f مثلا چه میدونم d منهای f c تقسیم بر دی منهای سی. مهم نیست اصلا f x منهای f y x منهای y. حالا این دی و سی کجاست؟ حتما وقتی به شما آهنگ تغییرات متوسط میدن یه بازه هم میدن، حتمانیه این ماجرا. اصلا بذارید اینو با یه رنگ دیگه هایلایت کنم. حتمانیه که به شما یه بازه میدن. این نقش نقطه دی رو بازی میکنه، مثلا تو این حالت تعریف ما این نقش نقطه سی رو بازی میکنه. خوبه؟ پس میشه f صفر منهای f منهای 1. نکنید به جای این دیه 0 گذاشتم، به جای سیش هم دارم منهای 1 میذارم، تقسیم بر دی چند بود؟ 0 بود. منهای این منها مال فرمول. خود سی چیه؟ خود سی هم منفی 1. به عبارت دیگه منفی در منفی میشه مثبت. 0 به علاوه 1 هم که میشه 1. پس عملا من اصلا میتونم مخرجش رو وردارم، چون دیگه این شد 1 دیگه. تو این مثال خاص شد 1. همیشه 1 نمیشه. تو این مثال خاص شد 1. مثلا فرض کنید اگر اینجا 2 بود،
الان این منهای این میشه 3 دیگه، چون 2 منهای 1 میشه 3. پس همیشه قرار نیست 1 باشه، ولی تو این مثال خاص 1 شد. خب اینو ما می‌خوایم به دست بیاریم. این میشه همون آهنگ متوسط. f0 رو چجوری به دست بیاریم؟ یعنی اینجا هر جا x می‌بینی بجاش 0 بذار دیگه. خب من الان اینجا 0 بذارم این که میشه 1 به توان 3 میشه 1. اینجا اگه 0 بذارم این کلا میپره، 1 میمونه، 1 ضرب در 1 هم میشه 1. به همین راحتی. پس f0 خروجی شد 1 منهای. چرا منها؟ چون اینجا منهاست. حالا منهای 1 میذارم. ببین منهای 1 بذارید به توان 2 برسونید میشه مثبت 1. 1 به علاوه 1 هم میشه 2. 2 به توان 3 میشه 8. این قسمتش 8. حالا اینجا منهای 1 که بذارید میشه منهای a به علاوه 1، یا میتونید بگید 1 منهای a. پس عملا میشه 8 ضرب در 1 منهای a. پس اومدم چیکار کردم؟ یه بارم منهای 1 رو جایگذاری کردم که شد 8 در 1 منهای a. خودش گفته آهنگ تغییر متوسط این تابعه توی این بازهه میشه منهای 11. یعنی گفته آقا این چیزی که شما الان حساب کردید مساوی با منهای 11 است. حالا این معادله رو من حل کنم ازش آ به دست میاد دیگه. نگاه کنید منهای 8 رو میبرمش اون طرف و منهای 11 رو میارمش اینور. منهای 11 بیاد اینور میشه مثبت 11. اون منفی 8 در 1 منهای آ میره اون طرف میشه مثبت 8 در 1 منهای آ. از اینجا این میشه چند؟ میشه 12. اونم میشه 8 در 1 منهای آ. این 8 رو تقسیم بر 12 میکنم، در نتیجه یعنی در واقع 12 رو تقسیم بر 8 میکنم، اونم میشه 1 منهای آ. همینجا 12 هشتم اجازه میدید تقسیم بر 4ش کنیم بشه 3 دوم. آره دیگه میشه 3 دوم. حالا از اینجا آ چی میشه؟ آ میشه منهای 1 دوم. کاری نداره دیگه. شما در واقع این یک رو میبرید توش اونور و میشه 3 دوم منهای 1 میشه 1 دوم، بعد یه منفی هم داره میشه منهای 1 دوم. خب من آ رو به دست آوردم. بنابراین این نقطه میشه منفی 2 در منهای 1 دوم. حالا منفی در منفی میشه مثبت، اینم با این زده میشه و ازش 1 باقی میمونه. یعنی اون f منفی 2 در واقع همون f در واقع f پرایم 1 رو از ما میخواست. خب کاری نداره دیگه. اینجا هر جا x میبینی بجاش 1 بذار. 3 در 1 میذارم به توان 2 میشه 1 به علاوه 1 میشه 2. 2 به توان 2 میشه 4. اینجا 1 میذارم 2 تا 1 2 تا. اینجا هم این آر هم دیگه الان میتونم چیکار کنم؟ عددشو بذارم. این آیه چند شد؟ اینجا آیه دیگه منفی 1 دوم شد دیگه. پس بیاید بجاش بذاریم. حتی یکم جلوتر هم یه دونه آیه دیگه داریم که اینم بجاش منفی 1 دومشو میذارم. ببینید چجوری شد؟ کارو پیش ببریم. خب اینجا به جای xش چی بذارید؟ 1 بذارید. خب میشه منفی 1 دوم ضرب در 1 به علاوه 1 دوم. منفی 1 دوم به علاوه 1 میشه چند؟ مثبت 1 دوم. پس اینم میشه 1 دوم. به چی میرسیم؟ به علاوه. اینجا چی میشه؟ یه منهای 1 دوم داریم. اینجا میخوایم 1 بذاریم. 1 به توان 2 میشه 1. 1 به علاوه 1 به توان 2 هم که کلا میشه 8. بعد 8 ضرب در منفی 1 دوم میشه منفی 4. پس اینجا یه منفی 4 داریم. مثبت در منفی میشه منفی. پس یه بارکی میشه منفی 4. ایشون با ایشون زده میشه 3 4 تا 12 تا. حالا 12 منهای 4، ببین این یه تیکه کلا شد 12، این یه تیکه هم منهای 4. 12 منهای 4 میشه 8. بنابراین پاسخ میشه گزینه 3. معنا داشت واسه من. آهنگ تغییر لحظه‌ای معنا داشت، آهنگ تغییر متوسط هم معنا داشت. به همین سادگی و خوشمزگی.